اومدیم با آموزش یک شلوار بدون الگو و کاربردی با هم میریم این شلوار رو برش بزنیم. امروز میخوایم یه شلوار بدون الگو با روش چشمی و 100% تضمینی با اندازه هایی که اعلام میکنین، مثلا سایز 44 برای شما آموزش بدیم. خب قد شلوارمون هر چقدر که هست، وقتی میخواییم کش دوزیش کنیم 10 سانت بهش اضافه میکنیم. بعد وسط پا رو که داشته باشیم، اندازه های وسط پای شلوار رو داشته باشیم، ما از پایین وسط پا به اضافه 3 سانت تو رف مشخص میکنیم و خطش رو اینجا میکشیم. پس قد پا مشخص شد، قد فاقمون هم مشخص میشه. یعنی الان قد فاق با کش دوزیمون 35 سانت شده. بعد قسمت بالای شلوار 1/4 دور باسن مشخص میکنیم، خطشو میکشیم. بعد قسمت فاقمون که مشخص شده 1/4 دور باسن به اضافه 5 یا 1/2 ران، هر کدومش حساب کنیم درسته. وقتی که 1/2 ران مشخص شد، این مستطیل رو تا پایین همین اندازه حساب میکنیم. یعنی میاییم قد زانو رو 33 سانت میاییم پایین، بعد اینجا همون 1/2 دور ران، دوباره پایین شلوار 1/2 دور ران. بعد وسط این سایز رو مشخص میکنیم، مثلا هر چقدر باشه، مثلا این 33 هست نصفش میشه 16 اینجا هم که 33 هست نصفش میشه 16. پس وسط این دمپا رو، وسط زانو رو هم مشخص میکنیم. دوران هم که مشخص شده. بعد از اینکه ما این خط وسط مشخص کردیم، اندازه دمپامون رو دو طرف خط میزنیم. به طور مثال دمپامون میخوای 20 باشه، 10 سانت این ور خط میشه، 10 سانت این ور خط. یا دور زانومون که مشخصه 44 نصفش 22 میشه، 11 سانت این ور خطه، 11 سانت این ور خط. بعد این گشادی دمپامون مشخص شده، گشادی دور زانو مشخص شده، این خطا رو به هم وصل میکنیم. یه شلوار بسیار استاندارد و بی‌نظیریه. این خطا به هم وصل میشه. از زانو هم به دور ران، دوباره از زانو به دور ران. پس این قسمت پایین شلوارمونه. بعد برای فاقش این خطمون مستقیم میاییم پایین، خطش رسم میکنیم و اینجا هلال شلوار رو رسم میکنیم. بعد ما زیپ نما میذاریم. حالا شلوارمون کشی هست ولی براش یه جایی میذاریم که جلوی شلوارمون مثل زیپ مشخص بشه. 4 سانت میاییم بیرون، اینجا رو یه زیپ نما براش میذاریم. همیشه شلوارمون ما رو قسمت دولای باز اندازه میزنیم، برش میزنیم و تمام اندازه‌گیریامون روی جلوی شلواره. جلوی شلوار با همین اندازه هایی که بهتون گفتم، به همین شکلی که توضیح دادم برش میزنیم. بعد به صورت برعکس روی این قسمت میذاریمش، پشت شلوارمونه برش میزنیم. یه نکته دیگه هم هست، ما هرچی اندازه داریم بدون جای دوخت اندازه میزنیم. یعنی مثلا دور باسنمون اگر 112 هست، 28 رو بدون جای دوخت میزنیم، یا دور رانمون بدون جای دوخت، دور زانو بدون جای دوخت، دور دمپا هم بدون جای دوخت. یعنی فقط یه اندازه کامل و دقیق روی جلوی شلوارمون پیاده میکنیم و شلوار برش میزنیم.
جلو شلوار برش میزنیم، ولی خط پهلوی شلوار فعلا برش نمیزنیم، چون میخوایم وقتی پهنش میکنیم رو قسمت پشت و برعکس گذاشته میشه شلوار، از این ور جابجا میشه. میخوایم رو پشت بذاریم، میخوایم این درز قد پای پهلو صاف باشه. ما اول اینو برش نمیزنیم، خط کشیش میذاریم ببینیم به چه شکلی از خط پهلو پارچه اضافه داریم و همون شکل ما اینو پهن میکنیم. بعد طوری هم پهن میکنیم برای فاق پشت هم 3 تا 4 سانت اضافه میگذاریم. ما پس گفتیم شلوارمون بدون جای دوخت برش میزنیم، پس گفتیم اینو برش نمیزنیم تا ببینیم ما این خط پامون کج گذاشته نشه، صاف گذاشته بشه. ما اینجا اندازه میزنیم، اینجا 4 سانته، خب اینجا هم 4 سانته، همه جا 4 سانت تا این خط صاف درز پهلوی شلوار. بعد برای جای دوخت ما فقط برای پشت در نظر میگیریم جا دوختمون هم شلوار شما نگاه کنین هر یه دونه دوخت 1 سانت دوخت میره، یعنی ما 4 سانت دوخت نیاز داریم. پس 4 سانت فقط به قسمت پشت اضافه میکنیم. دیگه ما هیچ محاسبه‌ای برای پشت نداریم بجز این که جا دوخت اضافه میکنیم. قسمت فاقو به جای 4 6 تا 7 سانت میگذاریم. استثناءً فاق باید بیشتر باشه. اینجا رو بیشتر میذاریم. برای شلوار کشی باز گفتیم برای پشت دیگه ما اندازه‌ای نداریم بجز این که همون 1/4 دور باسنی که برای جلو گرفته بودیم، برای پشت هم فقط 4 سانت بهش اضافه میکنیم. چهار سانت به عرض شلوار اضافه میکنیم. برای فاق پشتمون هم 3 تا 4 سانت بلندتر میگیریمش. اینجا من 4 سانت بلندتر میگیرم و اینو وصل میکنم به خط پهلو. اینجا هم ما باز این خطمونه اگه صاف بیایم پایین، برای بچه‌هایی که مبتدی هستن میخوان ببینن چجوری این فاق پشت کشیده میشه، ما اینا رو صاف میایم پایین، دوباره یه مستطیل میکشیم و همینجا ما یه هلال رسم میکنیم به این شکل. قسمت بالا هم که رسم کردیم. بعد این قسمت رو، این خطا رو با هم وصل میکنیم. این 4 سانت ها رو، خط پهلو رو با هم برش میزنیم به این صورت. ما بعد از این ترکی پارچه شلوارمون اندازه‌گیری کردیم و بعد از همین ترکی برش میزنیم. با هم برش میزنیم به خاطر خط پهلوی شلوارمون صاف و بی‌نقص در بیاد که پا نپیچه، خط راستاش یکی باشه. حتما این شلوار رو امتحانش کنیم. یک الگوی بی‌نظیر بدون نقص و بدون ایراد، یه الگویی که به هر شکلی شما از این شلوار، از الگوی این شلوار استفاده کنید، هر چقدر تنگ هم بخواید بریزید، این شلوار بسیار شلوار راحت و خوبه. برای دوختش یه دونه جلو با یه دونه پشت. شما اول کاری که میکنین باید سمت چپ شلوارتون مشخص کنین که اشتباه نکنین. پس یه دونه جلو با یه دونه پشت، خط پهلوشو میدوزین.
اینجا 1 سانت اول سردوز میکنیم، بعد 1 سانت میدوزیم، بعد خط وسط پارم 1 سانت میدوزیم، بعد میریم مرحله اتو کشی رو بهتون آموزش میدیم بچه‌ها. توضیح مختصر برای اتوی شلوار. 2 تا درز شلواره با هم مماس میکنیم و قسمت جلوی شلوار به سمت خودمون و به صورت صاف و کشیده قرار میدیم. جلوی شلوار اتو میکنیم، بعد برای قسمت پشت شلوار این تیکش که به این شکل جمع میشه ما میاییم با اتو اینو کوچیک میکنیم و این قسمت باسن رو میکشیم، یه حالت کشیدگی به شلوار میدیم. اینجا شد. خیلی مهمه تو اتوی شلوار که این تیکه چروک پشت ما با اتو صافش کنیم.